سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. بازدید معاون اقتصادی ریاست الوزراء از جریان کار پروژه تاپی در خاک افغانستان. استقبال عربستان سعودی از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان. و حملات رژیم اسرائیل پس از توافق آتش بس بر نوار غزه. امروز دوشنبه 28 ماه میزان سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که قرار است امروز دوشنبه 28 ماه میزان ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و قربان نقلی بردین محمدوف رهبر ملی ترکمنستان از جریان کار عملی پروژه تاپی در خاک افغانستان بازدید کند. پیش از این وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده بود که 13 کیلومتر خط لوله پروژه تاپی در خاک افغانستان تمدید شده است. وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان و ایجاد مکانیزم‌ها برای تحکیم صلح و ثبات پایدار میان دو کشور استقبال کرده است. در بیانیه این وزارت آمده که عربستان سعودی با تلاش‌های خود برای تقویت امنیت، ثبات و رفاه ملت‌های افغانستان و پاکستان ادامه می‌دهد. وزارت خارجه عربستان سعودی همچنان از تلاش‌های دیپلماتیک و نقش سازنده دولت‌های قطر و ترکیه در دستیابی به این توافق قدردانی کرده است. شرکت بریشنا میگوید که پروژه بزرگ منطقه کاسا 1000 در ولایت‌های شمال، شمال شرق و شرق کشور همچنان در حال پیشرفت است. این پروژه مسیر انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی را فراهم می‌کند و سالانه میلیون‌ها دلار عاید برای افغانستان به همراه دارد. و در اخیر الجزیره به نقل از دفتر رسانه‌ای دولت غزه گزارش داده که رژیم اسرائیل پس از برقراری آتش بس در غزه 80 بار این توافق را نقض کرده و دست کم 97 فلسطینی در این منطقه به شهادت رسانده است. بر اساس گزارش رژیم صهیونیستی در این مدت همچنان 230 فلسطینی دیگر را نیز زخمی کرده است. این در حالی است که با برقراری آتش بس میانجیگری شده توسط آمریکا قرار بود رژیم اسرائیل به حملات خود در سراسر غزه پایان دهد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.